Olacağım ne banda, paçabayım ne handa. Olacağım ne banda, paçabayım ne handa. Oma yana, kadu yana. شام چهارشنبه 25 ایول مهمانان تئاتر اکروپولیس پراگ با آهنگ‌های معاصر و کلاسیکی تاجیکی، رباعی و ترانه‌های مناطق مختلف تاجیکستان و فولکلور یهودیان بخارا در اجرای گروه هنری آیله الا الایف آشنا شدند. ایوان کهن مدیر اجرایی گروه هنری الا الایف میگوید هنرنمایی گروه در چارچوب فستیوال رسپکت 2012 دایر شد. این جشنواره به مکالمه هنر و فرهنگ کشورهای جهان بخشیده شده است. گروه هنری آیله الایف از تاجیکستان به اسرائیل مهاجرت کرده است. سال روان ما در سراسر عالم موسیقیمان را به مردم نمایش می‌دهیم که درباره تاجیکستان هیچ اطلاع ندارند. به قول خانم کهن سفر هنری گروه تا آخر تیر ماه یعنی جشن 80 سالگی الا الایف ادامه کرده کشورهای اروپا، امریکا و آسیا را در بر می‌گیرد. الا الایف سال 1932 در سمرقند در عائله هنرمند به دنیا آمده از خردی به نواختن دایره دل بسته است. او در سال 1992 بعد بیش از 50 سال هنرنمایی در گروه‌های هنری تاجیکستان مثل هزارها یهودی بخاری به اسرائیل کوچ بست. ولی او آرزویش را اجرا کرد و امروز 3 نسل عائله الا الایف روی صحنه است. عمری من صنعت گذشته آمده من اینا نیت کرده بودم که من کلام شوم، فرزند کنم، نبیرا کنم، همین که همینا صنعتکار میکنم. من خدا با شکر نیتم بررسیدم. پسری بزرگ الا الایف امین دایره می نوازد. پسری خردیش اریل آوازخوان و اکاردیان نوازی گروه است. نبیره هایش امیر، اوی و وزویکه در برابر آوازخوانی کلارنت، چنگ و غیژک نوازی می کنند. آنها همگی در اسرائیل به وایه رسیدند ولی تاجیکی را خوب در یاد دارند و به زبان تاجیکی هنرنمایی می کنند. ما یا کسم ما، هنر ما امروز نه این از پدر ما میراث موندگی. پدرم حافظ بودند در سمرقند، در تاجیکستان. برای همین ما به این آتا کسمی. دستاوردهای هنری الا الایف را در تاجیکستان هم فراموش نکردند. سال روان در دوشنبه او به عنوان فخری اعلاچی فرهنگ سزاوار دانسته شد. من میندار از تاجیکای از تاجیکستان، از ریتلای تاجیکستان من به نام داد. حالا الا الایف برنامه هنرنمایی در تاجیکستان را طرح‌ریزی نموده به صبرانه منتظر دعوت است تا نبیره‌هایش را با حال و هوای این جمهوری آشنا کند.